سلام بچه، خوش اومدین به اولین ویدیو چنل من. ببخشید اگه یکم ویدیو صداش خوب نیست و نویز داره، چون اولین ویدیو و زیاد از ادیتینو که هستیم سر داره نمیارم تقریبا. و اومدیم از همونطور که توی تامنیل ویدیو دیدین فرمودش این است که بلو استک رو بهتون بدیم روی پی سی و تنظیمات بلو استک. خب بچه، برای اینکه بلو استک رو دانلود کنیم وارد گوگل کروم میشیم و بلو استک رو تایپ کنیم. همین اولین سایت با فیشت شکن باید حتما وقتی که باید شدیم اینجا میتونیم دانلود کنیم ورژنتون. بعد چون که این حالا دانلود داریم باید فیلتر شکنتون رو روشن باشه. بعد اینکه دانلود کردیم خیلی اسمه هست که وقتی دانلود کردیم سه تا برنامه میاد. حالا خودم توی چنل تلگرام میذارمش، فایلش میتونم اونجا دانلودش کنم. بعد وارد تنظیمات بلو استکمون میشیم. از اول بعد بچه اینا رو طبق دستگاه اگه قوی سیستمتون همین 4 رو بزنید، اگه متوسط 2 و اگه گوگل 1 رو میتونید. برای من الان مموری برای من همون 8 رو داشتم، متوسط که رو بالا نه یه همون 4 بذاریم اوکیه. پرفورمنس رو میذاریم روی لو مموری. این برای FPS فریم ریت که حالا پرش میکنیم یا هر برای خودتون میکنیم. بعد اینکه اینا رو گذاشتیم پر کنیم، اینجا چند تا دکمه هستش. اینا رو چیکار میکنیم؟ اولی رو میزنیم که بتون FPSتون رو بالاتر ببرین و اینجور چیزا. دومی رو میزنیم که بچه ها این پایین بهمون نشون بده که FPSمون چنده. ببینیم تو قسمت دیسپلی اینجا مانیتورتونه که برنده 80 رو بشن شوید 80. این هم بزنید روی لند کرد و دی پی آی بچه ها ببینیم تا 999 بیشتر نمیداره رو ببینیم. خب هم میزنم 999 خودم با این رو میتونیم استفاده کنیم. اگه سیستمتون ضعیفه هم روی 240 یا 120 اوکی. این دوتا بچه ها بزنیم اصلا نتون نرمازینه این موسم اینطوری وارد گیمینگ میشن، اما اینطوری اولش باید چیم اما داشتیم روی این برای خود سیستم این برای کنگی استفاده. خب دیگه این رو کار نداریم. خب بچه ها بخوایم مثلا این سی رو عوض کنیم باید سیف چنج رو بزن و ریستارت نو. بعد اینکه این زنین سریع خودش براتون اجرا میشه و همون کاری که خواستیم براتون انجام بده. بچه اینجا برای من روی دایرکت ایکس بهتره به نظرم بزنید. اینها رو براتون میگم اوپن جی ال بعد من میگم اینو بزن برای من بهتر جواب داره. اینو گذاشتم رو صافات کوردین بزن و میدونیم خب اینجا فونه بچه باید با پیتش شکن باشیم. اینجا میشه رو پیشی استاندار اینا شد. خب بچه ما مخواهیم وارد پیشیم خیلی خوب بچه ها. وقتی ما وارد فیلم شدیم ما اولش باید که نمیتونیم رو ببینیم دکمه‌مون اوکی نیست که سر جاش نیست. و ما وارد اینجا به کنترل نکنیم. اینجا رو من اینو چیدم. ما باید
بعد اینجا بیان روی این دکمه گیم کنترل بزنید. فیلترشکنتون باید روشن باشه. از اسمارت بیان روی استاندارد. خب استاندارد خیلی بهتره. و اینکه اینجا باید چی چون این دکمه هستش که من خودم رو براتون فایلش رو توی چنل تلگرام هم میذارم، میتونید دانلود کنین و استفاده کنین ازش. مثلا نکنید من با دکمه 1 و اینطور میتونم دست سری بزنم. خب و این بچه این همیشه باید روی هم باشن، روی چیه اسمش، روی دکمه تیر تا بهتون شلیک نکنید. من همش حالا چیرم و فایل بهتون میدم. و اینکه بچه فایل رو بذارین این قسمت این بود، این اکسپورته. میتونید مثلا دکمهاتون رو اکسپورت کنید، خروشی بگیرین و مثلا برای رفیقتون بفرستین. اینپوت اینه که فایل دکمهاتون رو اینجا میذارین و شما وقتی دکمه رو دانلود کردین اینجا میزنید و اون فایل مورد نظر که به نظرتون اینجا آپلود و اینکه تمام شد سیو میزنید. بچه ها این دکمه‌تون رو تا جایی که میتونید خب کوچیک کنید و این دکمه ها رو کمرنگ کنید که بتونین راحت‌تر، یعنی صفحتون خب بزرگه و شما با این دکمه نرین و از کیبورد راحت‌تر بتونید ببینین. و این دکمه رو بچه به نظرم بزن اینجا که بهتر 100%. و این یه چیزی رو یادم رفت بگم بچه روی این موسم بگیرین چرخ رو بزنین. اینجا X رو توی پروپرتیز میذارین 77 تا 65 بایو میذارین 50. خب بچه اینا روی و این اکشن پوزیشن X رو میذارین 60 و 70 86 و 86 دات صفر میذارین و دیگه اینجا کاری نمیمونه. ما میریم خب بچه سنسیویتی ما رو بهتون میدم. بچه ها اینو بذاریم که سنس خدایی بد نیست، برای هدونا خیلی خوبه. خب بچه ها ما بریم برای ترنیشن. بچه چند تا توضیحات در مورد دکمه کیبورد بهتون بگم. چنا کنیم اینجا یه دکمه هست به نام F1. حالا یادم از کجا گذاشتم، حالا کاری نداریم. تو شما میبینید صفحه نمیچرخه و شما F1 رو بزنید تا روی صفحه اوکی شه. بنا کنم من مثلا با دکمه کار دارم، با اون چیزا کاری ندارم. باید من مثلا X رو باید بگیرم تا مثلا موسم بیاد، باید دکمه رو اینطوری بزنم و بعضی موقع که باگ شدین بچه مثلا ببینین اینطوری گیر میکنه یا تیر گیر میکنم، F1 رو باید یه بار بزنین و درست. خب بچه ها و دیگه یه چیزی که هستش رچیدیت که برای موس شما با اون میتونین هدتون رو بهتر کنین، یعنی تیر که میزنین شما به این نقطه بخوره و نه اصلا این پخش میشه اونطوری. و اونا اگه این ویدیو حمایت چه ویدیوشو براتون فردا میذارم ایشالله و خیلی تاثیر داره توی هد زدن. بچه حتما چنل رو سابسکرایب کنین و پستم رو لایک کنین تا ویدیو بعد. خدا حافظ.